خب شما بیشتر به یعنی ضعیف بودن جامعه شهروندی اشاره کردید و چند عامل از اون را هم یعنی برشمردید و ما قبلا گفتیم که هر جامعه دموکراتی و مردم سالار خواستار قوی شدن جامعه شهروندی است و تاجیکستان هم یک جامعه دموکراتی است و میخواهد به اون برسد. یعنی تا کدام اندازه شما مشاهده میکنید که مایل است که جامعه شهروندی یعنی نیرومند شود؟ تشکر. سوال خیلی مبرم است. اول اینکه باید تاکید کرد که جامعه شهروندی این نقطه نهایی دولت دموکراتی می باشد. حالا تاجیکستان رو دولت دموکراتی مکمل گفتن ممکن نیست و دوره گذشته به درازا کشید. علامت های اصول خودکامه در طرز و اصول اداره دولت به نظر می رسد، مشاهده می شود و همزمان باید ذکر نمود که خود دموکراتی روند است و موفقیت و بزرگی و خیرتمندی سیاستمداران و جامعه شهروندی دولت های متمدن و دموکراتی در آن است که اگر در مرحله معینی دولت داریشان احساس کردند که مشکلاتی هست اعتراف میکنند و طریق سوبیکت های فضای اطلاعاتی همین ظهورات یا پدیده را مورد بحث قرار میدهند، اصلاح میکنند و هنگام ضرورت زمینه های مساعد حقوقی را نیز با در نظر داشت بودن اراده سیاسی به وجود می آورند و از این خاطر خود امریکا یا شویتزر، فرانسه، آلمان با وجود آنکه دولت دموکراتی هستند آنها دائما کوشش میکنند که یگان موضوع مشخص کنند و در همکاری با جامعه شهروندی برای اصلاح آن سهم گذارند. از این خاطر ما که اقتدار اقتصادی ضعیف داریم و در قانون اساسی ما دوره گذشته مشخص نشده است و این نیز باعث تأسف است، اما از دیگر جهت معیارهای مربوطه کنستیتوسیون تاجیکستان علیه دولت تاجیکستان را وابسته به شکل اداره آن که جمهوری است، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی، اجتماعی اعلان کرده است. از نقطه نظر حقوق این مشکلات است، معما است. تا حتی ژاپن و آلمان وقتی که قانونهای اساسیشان را تهیه کردند، مؤلفان قانون اساسی دائما کوشش میکردند که در ضمن قبول قانون اساسی طریق رای‌پرسی یا به واسطه پارلمان و با دیگر راهی که در تجربه جهانی است بخش مخصوص رو در کنستیتوسیون پیش بینی کنند و از جمله برای رسیدن به بعضی هدفها دوره گذشته را مقرر کنند و بعد از انجام دوره گذشته علیه شهروندان حقوق دارند که جدیتر و سختتر از مقامات دولت، قاطعانه‌تر از مقامات دولتی اجرای و رعایت، تطبیق و عملی شدن معیارهای کنستیتوسیون را با در نظر داشته اعتبار آن در نظام قانونگذاری کشورهای مختلف طلب کنند، تقاضا کنند و برای این حق نیز دارند. از این خاطر وقتی که یک حالت روی دهد و جانب دولت یا مسئولین دولت یا خدمتچی دولتی که در سطح‌های مختلفی آن کار میکند با بهانه آنکه گویا ما در دوره گذشته قرار داریم و از این خاطر بعضی حالت‌ها را استثناء کنیم، نادیده گیریم، این نادرست است از نقطه نظر ارزش‌های دولتی دموکراتی و استراتژی جامعه شهروندی، چون که در دولت حقوق بنیاد هر چیز و از جمله دوره گذشته نیست در کنستیتوسیون که سند عالی حقوقی و همزمان ماهیت استراتژی سیاسی دارد باید مقرر کرده شود. این دو بنابراین در تاجیکستان امروز جامعه شهروندی علامت‌هاش است اما ثمره بخش نیست. برای ثمره بخش شدن واقعاً باید یک بار وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان با رعایت ترتیبی که قانون‌های مربوطه مقرر نمودند فعالیت آنها را تنظیم کند، مورد سنجش قرار دهد. شاید 30، 40 یا 50 سازمان غیر حکومتی ماند که منبع درآمدش
خراجاتش را در رابطه به عملی نمودن هدفهای آیین‌نامه‌ای آن تامین میکند. دیگر اگر منبع درآمد نداشته باشد، البته این سازمان‌های اجتماعی با نام در وزارت عدلیه های و فقط برای استفاده و حسابات در نزد نهادهای مربوطه سازمان ملل متحد یا سازمان امن و همکاری اروپا و بعضی کشورهای مشخص که کفالت و شرط گسترش مناسبت دو جانبه یا رابطه بسیار جانبه را با جامعه شهروندی وابسته میکنند، مورد استفاده قرار میگیرد که این دروغ محض است. از این خاطر دو عامل من گفتم: اول شرایط مساعد، دوم اراده سیاسی. در مورد اراده سیاسی باید ذکر نماییم که من پیش از همه پرزیدنت، حکومت، وکیلان، اعضای مجلس ملی را در نظر دارم، چون اینها سوبیکت های تشبث قانونگذاری می باشند و در اساس تحلیل موادهای نشریه ها نوبسته به مراجعت خطی آنها لایحه قانون را پیشنهاد کنند یا سازمان های غیر حکومتی با وجود آنکه سوبیکت تشبث قانونگذاری نیستند اما سوبیکت پیشنهاد لایحه قانون هستند به واسطه اون سوبیکت هایی که من نام بر کردم. اگر اراده سیاسی باشد پس آنها کوشش میکنند که چون گوشی شناوی دارند زمینه حقوقی را به وجود آورند. شرایط مساعد، اراده سیاسی و تکمیل قانونگذاری باعث تشکل جامعه شهروندی در تاجیکستان می شود. یعنی نبود این سگانه فعلا در تاجیکستان احساس می شود؟ البته. خب یعنی ولی هستن باز از یک نکته هست که نه همه کشورها منفعتدار هستند که جامعه متشکل شهروندی داشته باشند، چون اگر نظام سیاسی نامکمل باشد آنها از نظارت مردمی خودداری میکنند، میهراسند. زیرا که جامعه شهروندی و نهادهای آن اولش اگر حساب بودجه دولت کار نکند ولی برای بودجه دولت انداز میسپارد تا یک اندازه در حل مسئله های شغل اهالی مساعدت میکند، در جلب نمودن مقامات دولت به مسئله های مختلف دولتداری و حیات اجتماعی سهم میگذارد. فهمید؟ این چیزهای مثبت زیاد دارد. اما از دیگر جانب آنها برای مستقلیتشون نگاه داشتن خودشون همکاری را میان خود باید به راه مانند. اما چنین به نظر می رسد که رسالت و تعیینات اجتماعی و ماهیت تأسیس سازمان های غیر حکومتی را درک نکرده با استفاده از بعض عامل ظهورات های نامطلوب و از جمله کروپسیون یا فساد سیاسی و رابطه با دایره های معین که در سازمان های مختلف کار میکنند روی خاطر گرفتن گرانت با مقصد محدود سازمان را تأسیس میدهند، اما جدیتر در عملی نمودن هدفهای آیین‌نامه‌ای خودداری میکنند و نتیجه آنها به مردم دسترس نمیشد، عیان نمیشد. ولی اینچنین مثلا اگر وابسته به فعالیت اتفاقی کسب در این رابطه تاکید کردنی باشیم، امروز معلوم است که حد اقلی مزد مهنت یا کفالت‌های بازنشستگی خیلی پست است سطحش. اینچنین حقوق به نفقه هست و حقوق به مهنت. حقوق به نفقه یا برای بازنشستگی وابسته به ویژگی‌های فعالیت مهنتی یا کسبی سن و سال است و برای بازنشسته شدن حق دارد. لیکن اما وابسته به خصوصیت فعالیت مشخص انسان امکانیت ادامه دادن فعالیت مهنتی خود را داشته باشد و به خصوص اگر نفقه‌ای که میگیرد طلبات اجتماعی او را قانع نکند و حق دارد برای ادامه فعالیتش. از این یک موضوع. دوم مسئله با اکثریت شرکت ها چون ما شکل های مختلف مالکیت را اعتراف کردیم و این نیز یکی از شرط های دولت دموکراتی می باشد و مناسبت یک خیله
به شکل‌های مختلف مالکیت نوبسته با داشتن سرمایه خارجی یا خود مشترک، جمعیتی سهامی، کنسورسیوم، کارپوراسیون و غیره، آنها نیز باید قانون مهنت را رعایت کنند. اما بسیار حالت‌ها هست که مزد مهنتی کارگران پستر، ساعت کاری زیاد، فرق تفاوتی ساعت کاری در رابطه به حجم کاری که کودکس مهنت مقرر کرده است پرداخت نمیشد، جبران پولی نمیشد. اینچنین در اکثریت موردها کارفرما به کارمند یا کارگر از دادن رخصتی و دیگر امتیازات در رابطه به برقرار کردن وضع سلامتیش خودداری میکند. یعنی همه این موضوع ها مسئله اتفاق کسبه هست. یعنی شما گفتنید که اتفاق کسبه به حیث یک نهاد، به حیث یک اینستیتوت جامعه شهروندی این چیزها را نظارت نمیکند. نه، چون که اینجا چند عامل و سبب است. اول با یک کلمه یا تغییر عبارت در نام سازمان گفتم ممکن نیست که ماهیت فعالیت این سازمان عوض شد. این اول است. دوم، وقتی که در انتخاب رئیس با استفاده از اصولهای دولتی غیر دموکراتی استفاده می شد و در موافقه با مقامات اجرایی حکومت یا رئیس جمهور رئیسان اتفاقی کسبه تعیین میشند، الکی مستقلیت خود را اتفاق کسبه گم میکند. در دولت‌های دموکراتی اتفاقی کسبه یک سازمان خیلی با نفوذ می باشند و دائم حکومت از آنها می هراسد و مشورت کاری، ملاقات ها با اتفاقی کسبه که هر یکشان در راهیدگی فعالیت میکند، این عنعنه است و به عادت سیاسی نیز تبدیل یافته است و از این خاطر جامعه معتدل می باشد. اما چنین تجربه را در تاجیکستان مشاهده کرده ممکن نیست. بله استاد، برگردیم سر یعنی زمینه های حقوقی جامعه شهروندی. آیا اونا فراهم هستند از نگاه حقوقی که یعنی ممکن باشد در تاجیکستان جامعه شهروندی را یعنی قوی کرد؟ زمینه های حقوقی تا یک اندازه به اسناد حقوق بین المللی موافقت میکنند و به طلبات های دیگری که از عهدهداری های بین المللی تاجیکستان برمی آید نیز موافقت میکنند. اما باعث تاسف است که با استفاده از تجربه کشورهای پساشوروی و به خصوص روسیه، قزاقستان و دیگر به قانونهایی که فعالیت سازمانهای غیر حکومتی را تنظیم میکنند تغییرات وارد کردند و آن را اصلاحات نامیدند. اما ماهیت اصلاحات در آن است که به واسطه وارد نمودن تغییرات به قانون شرایط کار و فعالیت را باید بهتر کنیم و در نتیجه تطبیق یا عملی نمودن معیارهای مربوطه در تحریر نو باید کار پیش رود، عامل‌های خلل‌دار کننده کمتر شود. اما چنین شده است که در شرایط ما گویا قانون را اصلاحات کردیم، ولی وقتی که ماهیت آن را تحلیل میکنیم بدون مورد عمل قرار دادن آن الکی در شکل لایحه باعث ناراضگی یا نگرانی عالمان ساحه مربوطه و فعالان جامعه شهروندی می شود. از این خاطر وقتی که با بهانه آنکه گویا سازمان های غیر حکومتی این واسطه تاثیررسانی از جانب عامل هایی که به تاجیکستان تهدید و خطر می آورند یا امنیت ما را خلل‌دار می کنند یا بر ضد منفعت های ملی کار می کنند، موافق مقصد دانستند که من بعد گرفتن گرانت را از سازمان های مشخص یا دولت های علاهده به واسطه وزارت عدلیه و دیگر ساختارها نظارت کنند. باید ذکر نمود که یگان ضرورت برای این نبود، چون که اگر طوری که در بالا اشاره کردیم دولت تاجیکستان خودش اقتدار اقتصادی ندارد که به واسطه در دایره همکاری اجتماعی
برنامه‌ها یا لایحه‌های مشخصی سازمان‌های حکومتی را دستگیری کند. این اول. و دوم، اداره ها اگر به طور آشکارا گپ بزنیم مقامات امنیتی ساختاری مخصوص دارد و مکانیزم های آشکارای جاری کردنی نظارت با استفاده از اصول های خاص این اداره، اینچنین مقامات ملیسه و غیره و هرچی که طریق مؤسسه بانکی صورت میگیرد تحت نظارت آنها هست و آنها نیز طوری که گفتم تمام مکانیزم های نظارتی رو دارند و همزمان در مهلت های مقرر شده سازمان های غیر حکومتی حسابات خطی به وزارت عدلیه نیز پیشنهاد میکنند و همین طریق نابسته از وارد نمودن همین تغییرات مکانیزم های جاری کردن نظارت از بالای سازمان های غیر حکومتی بود و باعث تاسف است که ما تجربه کشورهای پیشقدم را نه بلکه کشورهای مشخصی سابق پساشوروی که امروز بردخورهای مشخص را با دولت‌ها یا مرکزهای سیاسی با در نظر داشت منفعت‌های ژئوپلیتیکی و موقع ژئواستراتژیکی خود دارند بدون تحلیل و مشورت جدی با عالمان ساحه که روند اجتماعی را تحلیل میکنند یا سازمان های غیر حکومتی با تکیه به هیئت وکیلان عمل کننده در حال بپذیرفتیم. این خوب نیست زیرا که وابسته به طرز و اصول دایر نمودن انتخابات و جایگیری شوی نیروهای سیاسی در پارلمان عمل کننده تاجیکستان گفتم مشکل است که واقعا در نظام حاکمیت تاجیکستان پارلمان تأثیر مؤثر دارد و میتواند بودجه را تصدیق کرده همزمان اجرای درست آن را نظارت کند یا حکومت را نظارت کند و غیره. وقتی که پارلمان تاجیکستان اصلا یک حزبی است برای قبول کردن و به رسمیت درآوردن و به تصویب رسانیدن همه گونه ابتکاری که یا تشبوسی که از جانب مقامات اجرایی برمی آید یگان مشکلی ندارد. از این خاطر از یک جهت این خاص دولت های خودکامه یا اتوریتری ولی از دیگر جهت اکنون احتمالیت وارد شدن گرانت ها و دستگیری تشبوس های شهروندان را به واسطه سازمان های اجتماعی آنها از جانب عامل های بیرونی کمتر می کند که این نیز سبب جدی در باز هم ضعیفتر گردیدن زمینه های مالیوی و حقوقی فعالیت اتحادیه های جمعیتی در تاجیکستان می شود. خب به عنوان سوال آخران یعنی خلاصه همه تحلیل های شما از ابتدای صحبت تا آخران یعنی نتیجه این میدهد که زمینه های قوی کردن انستیتوت های جامعه شهروندی در تاجیکستان نیست، وجود ندارد. آیا چنین است؟ تا آن زمانی که در رابطه به عملی نمودن اساس های ساخت کنستیتوسیونی ماهیت دولت که از شکل اداره آن همچون جمهوری و دموکراتی بودن آن برمی آید مشکلی هست، جامعه شهروندی متشکل رو در تاجیکستان به وجود آوردن امکانیت ندارد. ولی همزمان باید ما کوشش کنیم که اراده سیاسی رو درباره ضرورت و اهمیت استراتژی داشتن جامعه شهروندی در تحکیم نهادهای دموکراتی و استوار شدن زمینه های وحدت ملی استفاده بریم، چون که طوری که اشاره کردیم با برابر حل مسئله های اجتماعی شغل اهالی اینچنین بسیار حالت های هستند که در مناسبت های جمعیتی از مد نظر دولت دور میموند و محض سازمان های جمعیتی می توانند که توجه دولت رو و نهادهای مشخصی آن رو به حل آنها جلب کنند.
از این خاطر چون ما میخواهیم که میان کشورهای متمدن هرچی زودتر مقام شایسته داشته باشیم، نیاز به جلب سرمایه خارجی به اقتصادیات ملی داریم. بهتر شدن سطح و صفت زندگی شهروندان و عموما ملت نیز از کم کردن کروپسیا و دیگر پدیده و ظهورات های نامطلوب وابستگی دارد. داشتن جامعه شهروندی استوار و قوی و متشکل این یکی از شرط های مهمی تامین کفالت های دولت دموکراتی و رشد استوار آن نیز بوده است. تشکر از شما استاد. صحبت داشتیم با فعال سیاسی تاجیکستان و دکتر علم های حقوق شاکر جان حکیموف.